درود بر تمام تاجیکان دنیا. برنامه گفتگو رو میشنوید شما این لحظه از رادیوی مهاجر. راوی برنامه من مهرزاد شریفزاده هستم. برنامه امروزه ما با گویش‌های تاجیکی بخشیده شده است. اینجا سوال‌های زیاد پیدا شدند که پاسخ خود را می‌خواهند و ما علاقه صحبت تلفنی داشتیم با روزنامه‌نگار سعدی مهدی و زبان‌پژوه امید جیهانی و البته شما را شنوندگان عزیز با فکر و عقیده آنها درباره گویش تاجیکی یا گویش‌های تاجیکی آشنا خواهیم کرد. اولین سوالی که ما آماده کردیم این است: سبب وجود داشتن گویش‌های گوناگون در هر کنج و کنار تاجیکستان در چیست؟ با این سوال پاسخ می‌دهند زبان‌پژوه امید جیهانی. پیش از آن که سببش رو بگوییم باید عرض شود که در تاجیکستان 4 گونه گفتاری زبان با 50 گویش همینک به کار می رود. این گویش ها و گونه های زبانی در پی گذار نیاکان ما از زبان های ایرانی شرقی خود به زبان فارسی پدید آمدند و چندان از هم دور نیستند و تفاوت بسیاری هم با همدیگر ندارند، ولی یک دلیل اصلیشون همین هست که مردمان گوشه های گوناگون تاجیکستان امروزی و فراتر از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان و حتی پاکستان، اون سرزمینی که مردم تاجیک در زمانهای قدیم زندگی میکردن، این گویش ها در میان این سرزمین از 1300 سال پیش کم کم ریشه گرفتن و رسیدن تا امروز. و یک دلیل دیگرش این است که تاجیکستان سرزمینی کوهپاره ها هست و هر دره برای خودش یک و حتی 2-3 گویش دارد و چون در میان مردمان مانع های طبیعی وجود داشته است مثل کوه ها و دشت ها، گویش ها با یکدیگر تفاوت های کم و بیش دارند. یعنی از یک سو دلیل تاریخی هست و از سوی دیگر دلیل جغرافیایی، ولی هیچ گونه دلیل زبانی در میان نیست. این همش یک زبان هست. اون گفتیم که دلیل تاریخی داریم برای پیدایش گویش ها، دلیل جغرافیایی، و یک دلیل دیگری پیدایش گویش ها کارکرد قانون صرفه‌جویی در گفتار هست. یعنی گوینده کوشش میکند که واژه ها را کوتاه‌تر بر زبان بیارد و در گفتار بیشتر کوشش میکنند که بیشترین مطلب را با کمترین واژه برسانند. این 3 عاملی که نام بردیم در کنارشون چند عامل دیگر هم هست. عامل های اجتماعی هستند، عامل های اقتصادی هستند، عامل های سیاسی حتی هستند که در پیدایش گویش های گوناگون اثر دارند. مثلا ما اگر تاریخ گسترش زبان فارسی در سرزمین تاجیک را از نگاه تاریخی بررسی بکنیم، از سال 713 تا سال 1913 در 1300 سال نخستین گروه های تاجیک که به زبان فارسی سخن گفتن گرفتن از بخارا و شهرهای اطرافش پیدا شد و همین امروز هم مثلا در یغناب ما سغدی زبان ها را داریم. یعنی زبان فارسی هنوز جای زبان های گذشته ما را یا قدیمه ما را نگرفته است و ما میدانیم که مثلا تا سال 1913 در ونج کیرزان سالان زندگی میکردند که هنوز به زبان ونجی قدیمی صحبت میکردند که او فارسی نبود، زبان مانند به یزگلامی بود است، ولی امروز مردمی ونج همه فارسی زبان هستند. یعنی یک روند بود است که مردم تاجیک منطقه به منطقه فارسی زبان میشدند و این گویش های گوناگون هم در پی گذار مردم همان منطقه از زبان مادری خودشان به زبان فارسی پدید می آمده است. مثلا اگر گویش مردم درواز ونج که یک گویش هست را بررسی بکنید، آهنگ گفتار آنها به گویشوران زبان های پامیری بسیار نزدیک است. چرا؟ چون که نیاکان مردم درواز ونج هم پامیری زبان بودند و اگر شما گویش های زرافشان را بررسی کنید میبینید که بسیاری از واژه های سغدی در این گویش ها باز ماندند. چرا؟ چون نیاکان این مردم سغدی زبان بودند و همون واژه هایی که مثلا از زبان سغدی در گویش زرافشانی ماندند و از زبان های پامیری در گویش درواز ونج ماندند، اینها نیز تفاوت های واژگانی این گویش ها را پدید میارند. یعنی هر کدام از این گویش ها برای خود سوبسترات داشته است، یک زبانی که زمینه برای این گویش بوده است.
و ما میتونیم بگوییم که مردم بدخشان در افغانستان هم از زبانهای پامیری واژه ها در زبانشون مانده است و هم از زبان تخاری یا زبان بلخی که آن هم یکی از زبانهای ایرانی شرقی بوده است. در زبان ختلانی ها نیز چنین واژه‌هایی هست و این نشان می‌دهد که مردم تاجیک در روند تاریخ چگونه از زبانهای ایرانی شرقی و زبان فارسی تاجیکی یا درست‌ترش بگوییم که از زبان‌های ایرانی شرقی به زبان فارسی گذشته‌اند و در اثر آمیزش این زبان‌های ایرانی شرقی با زبان فارسی گویش‌های گوناگون فارسی تاجیکی پدید آمده‌اند. شنوندگان عزیز، شما شنیدید پاسخ امید جیهانی رو و این لحظه روزنامه‌نگار سعدی معدی سبب وجود داشتن گویش‌های گوناگون رو در هر کنج و کنار تاجیکستان شرح می‌دهند. میشنویم. در تمام زبان‌های دنیا گویش هست. گویش یا دیالکت میگن و در ما پیشتر در زمان شوروی لهجه نام بود. لهجه کتابی هم با نام لهجه های جنوبی زبان تاجیکی در 3 جلد گروهی عالمان تهیه کردن و چاپ رسیده است. و اون لهجه گفته گویش در نظر داشتن. از لهجه یک چیزی بد تراشیدن در کار نیست. از لهجه ترسیدن هم در کار نیست. لهجه نشانه زنده بودن زبان است. لهجه مثل همین اگر زبان تاجیکی اگر یک درختی باشد، همین لهجه در زیر همین درخت آبی است. نشانه زنده بودن همون درخت همین آب است. واسطه زنده بودنش، سبب زنده بودنش هم آبی هم درخت است که همین لهجه همون است. لهجه نشانه زنده بودن زبان است. مثلا زبان اوستایی در همون کتاب اوستا مانده است. دیگه زبان مرده است یا زبان پهلوی که امروز بسیار چی میکنن زبان مرده هستن. اینا زبان‌های هستن که دیگه از اون کلمه‌شون هم زیاد نمیشد. اما لهجه وقتی که هست زبان در نمو است، در انکشاف است. بسیاری از لهجه یک چیزی بدی میخوان نشان بدن. با لهجه گپ نزن، با لهجه این خیلی نکن، با لهجه این خیلی نکن. نسبت لهجه فکری من مثبت است، منفی نیست. فکری من مثبت است. یعنی این خیلی که میگیم که لهجه در کار نیست، لهجه این خیلی من فکر میکنم که این عقیده هم درست نیست. سبب وجود داشتن لهجه های گوناگون در تاجیکستان در چیست؟ سببش این منطقه های گوناگون است. تصور کنید که تأخیری نه تنها زبان مثلا لهجه بلکه زبان های گوناگون است. مثلا در پامیر گروه زبان های پامیری را بینید، زبان روشانی وختانی اینا را لهجه گفته نمیشن. این زبان الهیده هستند. این نیست همون سوالشون نیست همون وقتی برای چی زبان تاجیکی وجود دارد؟ برای که هم مردم همین خلق وجود دارد. همین مردم همین خلق در همین زندگی میکنن وجود دارد و با همون زبان مادری خود با همون زبانی که میخواد با همون زبان گپ میزنن. در تاجیکستان مردم به جای زبان معیار بیشتر گویش ها را استفاده میبرد. از همین لحاظ سوال نوبتی چنین است: چرا مردم به جای زبان معیار یعنی به جای زبان ادبی بسیارتر گویش ها را استفاده میبرد؟ مثلا حتی خود معلم زبان تاجیکی بیرون از درس و مکتب گویش همون منطقه را که در آن به دنیا آمده است بیشتر استفاده میبرد. پاسخ سعدی معدی را میشنویم. بله، واقعا این باعث نگرانی است. سوال شما درست است. خب زبان معیار من فکر میکنم کدام زبان است؟ زبان معیار همون زبانی است که زبان استاد کلاسیکی است. زبان استاد عینی است. از استاد عینی اولوزاده جلال کامی رحیم جلیل امروز تا عبدالحمید صمد و کرامت الله میرزاєв یعنی زبان معیار است. زبان ادبی معیار است. اما یک نازکی دارد اینجا. ما زبان ادبی کتابی گفته از زبان ادبی گفتگویی فراموش کرده. بعضی حتی نمیدونن که زبان ادبی گفتگویی هست. فکر میکنن که همون زبان ادبی کتابی همین زبان ادبی است، تمام دیگر میکنید. برای این ما باید در روی خط نشان بدیم زبان ادبی گفتگویی رو که این زبان ادبی گفتگویی ما چی شکل باید باشد، چگونه شکل باید بگیرد. فرض کردیم
یک نفر دانشجو در کدام گازته دانشگاه گازته ایراد گرفت که برای چی رئیس کمیته زبان رحمتی داده خدای ایراد گرفت که خودشان میگوید خودشان میگوید، یعنی برای چی خودشان نمیگوید خودشان میگوید، همین گونه ایراد گرفت. من فکر میکنم که در زبان ادبی گفتگویی از بس که جریان نطق رد و بدل میشود، یعنی از جریان نطق است، جریان نطقی است، خواهیم نخواهیم حادثه های صوتی، حادثه های آوازی با وجود می آید. این حادثه های آوازی را ما باید حتما به نوبت بگیریم و این کمبودی حساب نکنیم. مثلا ایرانی ها میگن دارم میرم، یعنی نگاه کنید یک کلمه دارم میرم که لهجه ایرانی است، در تمام فیلم هایش می رود، در تمام مثلا گفتگوها می رود، این هیچ عیب نیست. یعنی دارم میرم یعنی میروم حرف فهمی هستن. نگاه کنید همصداهای هستن که ری مثلا لرزان است، بیشتر در بیشتری وقت در گفتگو ری میافتن، یعنی کرده در شکل کک میگیرن، یا که اختصارات زبانی در وقت گفتگو با وجود میاد. مثلا خانهش یک امی افته در اختصار. خب مثل همین دخل دارد به بندرجانشین های شخصی صاحبی که یک اش داریم همیشه میافتد، لشکرش نیو لشکرش، خانهش نیو خانهش، یعنی همین کلمه های هستند که در گفتگو اختصار میشوند. اما اختصارات را مثلا میتوانم، یعنی همون وی لب دندانی همین خصوصیت داره که از زبان میافتد. اگر در نطق گفتگویی ما همین ها را قبول کنیم، من نمیگم که در خط قبول کنیم، من در گفتگو در نظر دارم زبانی ادبی گفتگویی ما شکل نگرفته است. ما زبانی ادبی گفتگویی که مثلا با خطی که مثل که ایرانی ها افاده میکنند، با خطی که اگر ما همون افاده کرده توانیم معلوم از این همین شکل زبانی ادبی گفتگویی در زبانی ادبی گفتگویی داخل میشود و زبانی ادبی گفتگویی کلمه خواهید نفس حرفا میافتند، اختصار میشن، افتیش است، افزایش است. همین گونه خاصیت های عجیب دارد. یعنی زبان ادبی گفتگوی جریان این نطق، مثلا من رو غلط هست، من رو باید گویی، من رو میگویید در شده هست در جدید شاعران دوره نوین هم هست، مثلا میگن که من رو، یعنی من رو میگن اما شکل درستش حافظ مرا گفته است، رودکی مرا گفته است. این دوره نمیافته. برای چی ما میره مجبور دارن جا کنیم؟ چون از گفتگو خودش خواهید نخواهید آواز میافته، همین آوازی نمیافته. یعنی اگر ما بخواهیم که لهجه رو استفاده برای همچون زبان زنده خلق و زبان ادبی کتابی رو بگیریم از این طرف و در بین یک زبان ادبی گفتگویی که هم از لهجه منشأ بگیرد و هم از زبان ادبی کتابی دور نباشد، از اون هم بگیرد یک زبان ادبی گفتگویی با وجود بیاد، این بردی ما خواهد شد. خواهیم نخواهیم برادرای ما افغانستان از بینید، برادر ایران از بینید، ما زبان ادبی گفتگویی خودشان احترام میکنن. این مایم که در از لهجه میبریم و کلمه هایی که مثلا لغت هستن با اونها زید استفاده. در لهجه لغت ها هست ولی بحث علاهیده از لغت. زبان ادبی گفتگویی رو ما اگر استفاده ببریم آهسته هم یک زبان ادبی گفتگویی شکل میگیرد، هم از کتابی منشأ میگیرد هم از زبان لهجه مردم. این بردی ما خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود پاسخ سعدی مهدی به سوال ما و این لحظه میشنویم شرح امید جیهانی رو، یعنی پاسخ امید جیهانی رو به سوال ما چرا در تاجیکستان مردم بیشتر گویش ها رو استفاده میبرد به جای زبان معیار. میشنویم. یک دلیلش این است که معیارسازی زبان ما از دوران شوروی شروع شد و ما پیش از دوران شوروی یک زبان معیاری نوشتاری برای ادبا داشتیم، برای ادیبا و نویسنده ها و علمای دین بیشتر، و گونه های گفتاری بسیاری که همین امروز هم به کار می روند.
معیارسازی زبان در تاجیکستان بیشتر در دوران شوروی صورت گرفت، هنگامی که زبان ما رو به خط کریلی نوشتن گرفتن و این یکی از راه‌های معیارسازی زبان بود. اما به دلیل اینکه مردم ما در خانه به اون زبان گویشی مادری خودشون صحبت میکنن و در بیرون از خانه که رفتن با زبان رسمی یا معیار شده صحبت میکنن، این نکته ما باید در نظر بگیریم که گذار از یک زبان به زبان دیگر برای هر کسی آسان نیست. یعنی آدم به آسانی نمیتواند یا گویشگر به آسانی نمیتواند از گویشی خانه و کوچه و بازار و گویش معیار برگردد، چون که با شیر مادر همان زبان گویش یاد گرفته است و آنچه در مکتب یاد میدهند به دلیل اینکه بسیار و بسیار مانند هست با گویش ها، جایگزین این گویش ها نمی شود. اما ببینید که مردمی که زبانشان غیر فارسی هست، از مردم تاجیکستان، مثلا مردم بدخشان، اونا هنگامی که زبان تاجیکی را در مکتب ها می آموزند، گذار از زبان مادری خودشون به زبان فارسی برای آنها آسان تر است و آنها به گفت مردم ادبی تر صحبت میکنند. چرا؟ چون این زبان معیار با اون زبان مادریشون تفاوتی بسیار دارد. اینا دو زبان هستند. یکی از دلیل این که مردم تاجیک بیشتر به گویش های محل خودشون صحبت میکند همین هست که زبان های محلی یا گویش های محلی گونه های زنده زبانی هستند و کاربردشان به مراتب بسیار و بیشتر و فراگیرتر از زبان معیار هست. و اینجا ما باید کندی و کمبود رسانه ها رو در نظر بگیریم، چون افزون بر مکتب که زبان را یاد میدهد، بیشتر رسانه ها هستند که مردم را زبان معیار شده می آموزند. از آن جمله فیلم ها، از آن جمله نمایشنامه ها، از آن جمله روزنامه ها و دیگر رسانه ها که برنده زبان معیار شده هستند. چون کاربرد اینها در جامعه کم هست، زبان معیار شده نمیتواند جای گویش ها را بگیرد و اصولا هم نیاز نیست که زبان معیار شده جای گویش ها را بگیرد. تنها جای کاربرد این گونه های زبانی را هر کسی باید مشخص بداند که زبان معیار زبان فراگیر هست. شما از هر گوشه تاجیکستان و کنارهای دیگرش بروید، باید با همون زبان معیار فراگیر صحبت کنید تا منظور شما را دریابند. ولی در محل زندگی خود چون همه با همون یک گویش صحبت میکنند، هیچ نیازی نیست که آدم کوشش کند به زبان معیار صحبت کند یا با زبان ادبی صحبت کند. اگر چنین کار کند او را مسخره هم میکنند، میگن این ادبی گپ میزند یا این شاعر است یا این نویسنده هست. یعنی همون مسئله که ما داریم که هر سخن جای و هر نکته مقامی دارد، بعد هر کدام یک از اینها رو در جای خودشون به کار برد. و اون آموزگاری که شما گفتید دلیلش همین است که وی در مکتب با زبان رسمی معیار صحبت میکند ولی در کوچه که برآمد به همون گویش محلی خودش صحبت میکند، چون مخاطبانش یعنی کسانی که وی با آنها سخن میگوید به همون گویش سخن میگویند. این یکی از دلایل کاربرد گویش ها با زبان رسمی هست، هر کدام در جای خود. گویش هر منطقه تاجیکستان خصوصیت های خاص خود را دارد. گویش کدام منطقه تاجیکستان کلمه های بیگانه را کمتر در بر گرفته است؟ میشنویم پاسخ امید جیهانی را. همه گویش های زبان فارسی تاجیکان، چی در ازبکستان، چی در تاجیکستان، چی در قرقیزستان، چی در افغانستان، از دیگر زبان ها وامواژه های فراوان گرفتند. بسیارترین وامواژه ها در زبان های گفتاری و نوشتاری ما از زبان عربی هست و بعد از آن از زبان های ترکی و این آخر واژه های روسی نیز فراوان شده اند در گویش های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان. ما اینا رو باید همه یک مردم بشماریم و گویش های هر کدام اینها رو در یک سیستم بررسی کنیم. خب اینا هر کدامش دلایل تاریخی خودشون دارد، ولی چنین نمیشه گفت که یک گویش آلوده تر است و یک گویش آلوده تر نیست.
اما میتوان گفت که در منطقه هایی که تاجیک ها با ازبک ها همسایه هستند، شمار وامواژه های ازبکی در گویش تاجیکان بیشتر از آن گویش های هست که دورتر جای دارند. مثلا شما گویشی اطراف دوشنبه را با گویش غرم اگر همسنجی کنید، گویش اطراف دوشنبه واژه های ازبکی بیشتر دارد و هرچی کوهستان و دورتر از مرکز باشد تعدادی وامواژه های عربی یا روسی یا ترکی در گویش های تاجیکی کمتر است. اما به محض اینکه گویشوری هر گویشی از هر کناره تاجیکستان به دوشنبه می آید، وی کوشش میکند با همون زبان مردم شهر دوشنبه صحبت کند و زبان مردم شهر دوشنبه خود هنوز زمینه برای زبان معیار و فراگیر تاجیکی نشده است. این نکته را ما باید در یاد بگیریم. گرچه در دوشنبه امروز مردم بیشتر و بهتر به زبان فارسی تاجیکی صحبت میکنند، اما هنوز این زبان جای گویش مردمی دوشنبه و جای زبان روسی را در پایتخت تاجیکستان نگرفته است که زبان فراگیر یا کاینی شود. این بود پاسخ امید جیهانی با سوال ما، یعنی گویش کدام منطقه تاجیکستان کلمه های بگونه را کمتر در بر گرفته است. پاسخ سعدی مهدی را میشنویم. در زمان جهانی شوی که مثلا یک تلویزیون خردکک 200 آنتنی مثلا شبکه‌های جهانی را میگیرد، آنتنی با واسطه ماهواره پارابولی تمامی دنیا را تماشا میکنید، دیگه این ناگزیر است. قبول کلمه های بیگانه این ناگزیر شده است. این همین هفته گذشته ما گفتیم کلمه پراکتیسینگی با وجود آمد، گفتیم که این کلمه را مثلا واژه پراکتیس از پراکتیس معمول، پراکتیس یعنی جریان، یک با وجود آمد، مرکز پراکتیسینگی با وجود آمد. یعنی یک زبانی است که مثلا کسی نظارت نمیکند، با کمیته زبان مصلحت کردن میکنه این کلمه را مثلا شکل اصلی تاجیکچه گفتن نکنه. چون گفتم پردازش در گروه واژه‌جو شد پیشنهاد خوب بود و ما را گفتیم پیشنهاد کردیم که امروز قبول کنید کلمه پردازش خوب است. اما چور کنیم که یک کلمه و دیگه نه گرفته نشده است، همین گذشت الان. یعنی در زمان جهانی شوی واژه‌هایی که مثلا همراه با نظام تعلیم، نظامی کردیم همین نوترین تعلیم، نظامی کردیتی، هزارها کلمه ها قطعی نده است. این کلمه هستن که تاجیکچه است. یکی چطور کنیم که بهانه بین المللی بودن اونها با زبان ما وارد شدند. اکنون در همون لهجه ها و گویش ها همشون است. خواهیم نخواهیم مردم قبول میکنند. یکی در زبان شوروی بیشتر کلمه های روسی وارد شد. اگر بگیم که در فلان لهجه نیست، نه هست. این خصوصیت انفرادی دارد. هستن مسافرایی که در قشلاق‌ها مثلا در دهه‌ها که استفاده نمیکنن کلمه روسی را. کلمه اصلی تاجیکی استفاده میکنن، تقریبا بسیار کم است. یک نفر دو نفر در یک دهه. یعنی گوییم که اگر که فلان لهجه فوزاتر است از لهجه دیگر، این فکر قدر صحیح نیست. زیرا که در قریب برابر در همه لهجه ها واژه‌های روسی و خارجی بگونه استفاده میشن، در نطق مردم در گویش استفاده میشن. یعنی مثلا همین روز گفته ایستادن در رژیم ها میگن زادروز بیاد، مایلش خیلی نفخاطری خودت از زادروز میگم دیگه، اما در رژیم نمیگیم. یا که میگیم که نسکی نگه جورابک بیاد، نسکی میگم. یا میگه که پولت تلویزیون. یعنی این کلمه ها را از کودکان سر شده در گویش البته همین روسی شکل روسی را استفاده کرده استادن. ما گرچه ما میگیم، گرچه ما پیشنهاد میکنیم که با دیر قبول میشده با مشکل خواهی قبول نمیکنه کسی. مردم در نقلیات های مسافربر دوشنبه بیشتر گویش های منطقه خود را استفاده میبرد یا زبان معیار را؟ با این سوال پاسخ میدهند امید جیهانی. به هر کسی به همون گویشی که عادت کرده صحبت میکند. ولی ببینید اگر مثلا دو مسافر یکیش خوجندی باشد و یکیش ختلانی، اونا هر کدام طبیعتاً و گویشی شهر خودشون صحبت میکنن، ولی کوشش میکنن که کمتر ادبی گپ زنن تا همدیگه را بفهمن. چون مثلا من گویشی مردم خوجند رو خوب نمیفهمم،
این گویش به نظر من کمتر نافهماتر از گویش مثلا کابل است. برای اینکه گوش من به گویش خوجندی عادت نکرده است. اگر من هم با خوجندی ها بیشتر نشست و برخواست گفته شنود داشته باشم، گویش اونا برای من یک چیز عادی میشد. همچنین دیگر گویش هر محل دیگری برای ساکنان محله های دیگر، یعنی ما کمبودمون چنان که گفتیم از قدیم هم بود و این کمبود خودی ما نیست، بلکه واقعیت طبیعی و جغرافیایی هست که در میان منطقه های تاجیک نشین رفت آمد یا نبود یا کم بود و به این دلیل مردم با گویش های همدیگر آشنا نبودن و همین ناآشنایی در گاه دلیل میشد که مردم همدیگر را مسخره هم بکنن، در صورتی که تمامی گویش های یک زبان ارزش یکسان دارن و هر کدام در جای خودش بسیار زیباست و بسیار شیرین هست. اینا را هر کدامی را باید از دیدگاه جامعه شناسی زبان و یا زبان شناسی اجتماعی بررسی کرد. شنوندگان رادیوی مهاجر، این بود نظر امید جیهانی درباره استفاده بردن گویش ها در نقلیات های مسافربری دوشنبه و این لحظه با سوال ما، یعنی زبان، یعنی در نقلیات های مسافربری دوشنبه مردم بیشتر زبان معیار رو استفاده میبرد یا گویش های منطقه خود رو، پاسخ میدهند سعدی مهدی. میشنویم. در نقلیات مسافربر اصلا گپ درباره اصطلاح می رود، گپ درباره این مثلا کلمه مخفی مشروطه میگن مردم استفاده میبرند، یعنی خود شکلی روسیش استفاده میبرند. مسافربر قریب کسی نمیگه، از صنعت میگه، سفر میگه، در نظر سفر است. خلاصه که اگر که دو صحبت علایده با تلفن صحبت کنند، هر کس با لهجه خودش صحبت میکنند و در قانون زبان هم معین شدگی نیست که مثلا در جای جمعیتی گفته شدگی است، لیکن مشخص شدگی نیست که همین در مسافربر، لیکن فرض در صحن دانشگاه که بیرون از درس است وای باز کدام زبان گپ زنید، زبان لهجه خودش است با زبان ادبی. همون گونه که شما گفتید معلم در بیرون از درس تو با لهجه خودش گپ میزنه که باعث نگرانی است. معلم باید همیشه نمونه باشد، الگو باشد، زبان ادبی گپ زنه و ادبی گفتگویی را اگر شکل گیرد مشکل اونقدر با مشکلی دشمن نمیشود. اگر که زبان ادبی گفتگویی به وجود بیاد، اما متأسفانه زبان ادبی کتابی که است، اما از روز کتاب با میزنه خود میتونید زبان ادبی گفتگویی هم همه کتابی است. این قدر درست نیست. زبان با مرور زمان دیگرگون می شود. تلفظ کلمه ها دیگر می شوند، طرز نوشت کلمه ها دیگر می شود، قاعده های زبان دیگر می شوند. خلاص گویش ها نیز دیگرگون می شوند. گویش دوشنبه یعنی گویش پایتخت تاجیکستان امروز چگونه گویش است؟ میشنویم پاسخ امید جیهانی را. در اون مدت کوتاهی که من در پایتخت تاجیکستان بودم به نظر می رسید که وقت مردم با همدیگر صحبت می کردن زبان آمیخته از تاجیکی و روسی و ازبکی است، ولی وقتی میکروفون در پیش دهنشو میارین کوشش میکنن که با گویش زیبای صحبت کنن و این روند بسیار روند خشنود کننده هست. یعنی بیشتر هم جوانها، بیشتر مکتب خوانها با زبان شیفته و شیواب و صفته صحبت میکنن، زبانی معیار شده سخن میگن که این خوب هست، ولی در گفتار روزمره هیچ کس هرگز خود را مجبور نمیکند به زبان معیار سخن بگوید و این یک پدیده طبیعی است. اینا را نباید چنین پنداریم که اینا به زبان تحریف شده و زبان غلطی صحبت میکنن و مجبورشون کنیم باید در کوچه و بازار و در مسافربرهای شهری هم همه به زبان معیار صحبت بکنن. این یک روندی بسیار طولانی هست که به چنین زبان ما دست بیابیم و نمیشد با اجبار، با زوراوری یا با جریمه زبان مردم را اصلاح کرد. این بود نظر امید جیهانی درباره گویش دوشنبه
و این لحظه با سوال ما یعنی گویش دوشنبه امروز چگونه گویش است پاسخ میدهد سعدی مهدی. وضعیت زبانشناسی، علم زبانشناسی، لهجه شناسی تاجیکستان با سه لهجه جدا شده است: لهجه شمال، جنوب و مرکز. لهجه مثلا طرف قراتگین به لهجه جنوب داخل می شود. در سالهای گوناگون لهجه ها هم گوناگون بود. مثلا من یاد دارم اولین مراتب از دهات که به شهر شنبه اومدیم، زبان مردم ادبی فکر میکنم بخارایی بود. زبان ادبی بخارایی بود. اصلا ما خود از منطقه جنوب که هستیم اومدیم کلمه شما نبود. وقتی که با یک نفر کارمند امکم با فعل، حتی تو نگفتم، فعل را در شکل تنها ایستاده بودم، گشته من گفت با من تو گفته گپ نزن. بعد من طرف امکم نگاه کردم، امکم گفت ولی از دهات اومده است، در دهات ولی کلمه شما رسم نشده است. همین گونه یک گفتاری از همون دوره مثلا داوطلبی هم به یادم مانده است. در همون سردکس علمی انسیکلوپدی تاجیک اتفاق افتاد همین گونه گفتگو. یعنی همون روز اولی که ما از دهات به شهر اومدم، الکی یک نفر مرا همین خیلی ایراد گرفت و همین ایراد تا امروز در گوش ما صدا میده که با من تو گفته گپ نزن. در هر دور زمان لهجه ها تغییر یافته ایستادن. زبان گفتگوی پایتخت هم همین خیلی در یک شکل قرار نداره، گوناگون است. امروز مردم رو نگران کرده است همین لحن جوانان بسیار دغه گفتار شدند. دشنام‌های قبیح، کلمه‌های قبیح رو در مسافربر و در جاهای جمعیتی در جاها نترسیده و به پروایانه با زبان میارن و یک مسئولیتی هم حس نمیکنن. امروز جوانان تاجیک گاه کلمه های خری بدای یعنی بهترین است، ردنوی جون یا دیوانشای یعنی بهترین است، برد جون و غیره را استفاده میبرند. 20-25 سال پیش چونین کلمه ها در گفتار جوانان تاجیک وجود داشتند؟ با این سوال پاسخ میدهند زبان پژوه امید جیهانی. نه، این همون واژه های زبان عامیانه جوانان ها هست، یعنی سلنگی که میگویند در زبان شناسی. در واقع زبان عامیانه زبان یک قشر مخصوصی هست، یعنی هر قشر برای خودش یک زبان مخصوص دارد و اگر کارشناسا در یک رشته برای خود اصطلاحات خود را دارند، جوانان هم در میان خود همین اصطلاحات خود را دارند. مثلا 25 سال پیش که در تاجیکستان جنگ بود، عباره های چون گپش قاقه، گپش بتر جقیده است، گپش چومچی و بچه جیره بودند. ولی امروز دیگه کسی نمیگه که گپش بتر جقیده است. یعنی اون واژه هایی که در اون زمان کم کم داشتن فراگیر میشدن دیگر از زبان ها افتادن، به جای اونها چیز دیگری آمده است و این زبان ها هم یا این واژه ها نیز از زبان می افتند. اینا هرگز ماندگار نیستند و با اینا اصلا جنجال هم نباید کرد. این یک پدیده اجتماعی است، یعنی یک قشر خاص از جامعه در گفتگو با همدیگر چنین واژه های را به کار میبرد که دیگران ندانند که اینا چی میگویند. چنین یک زبان داره، مثلا زبان زرگری هم میگویند یا ارگا هم میگن، ژرگون هم میگویند. اما اصل اساسش این هست که این واژه ها در زبان معیار یا در زبان ملی جای برای خود پیدا نمیکنن و زود از میان میروند. مثلا جوانای شهر برای خودشون یک سلنگ دارن، همون خری بده چیه هم دیگه گپا میگن. مایی که سین سالمون از اینا گذشته است چنین کلمه ها را نمیدانیم و راستی معنی گپی آنها را هم نمیدانیم. ولی آنها هم که به سال ما رسیدند از این زبان عامیانه دست میکشن و زبان مردمی رو میارن. بعضا جوانان تاجیک کلمه رشد رو استفاده میبرند. مثلا میگویند رشدی یعنی خوب است، یا میگویند همه رشده یعنی همه خوب است. بغیر از این عباره های به مثل همه تربای یعنی همه بد است یا کارها تربن یعنی کارها بد هستند استفاده میبرند.
барои ман то ҳол маълум нест чаро маҳз вожаи турбро истифода бурданд, яъне чаро маҳз ҳамин калимаро истифода мекунанд, чунки турб ягон хусусияти бад надорад. Турб ҳамчун сабзавоти фоидаовар аст ва аз ин лиҳоз то ҳол маълум нест чаро маҳз ҳамин калимаро ҷавонони тоҷик истифода мебаранд дар ибораҳои ҳама тирбай ё коро тирбанд. ва бояд гуфт ки мутаассифона ягон маълумот дар бораи аз куҷо пайдо шудани ибораҳои ҳама тирбанд ё коро тирбанд дастрас карда натавонистам то ҳол. ёдовар мешавем ки саволи мо чунин аст: калимаҳои хари бадай, раднойҷон, братҷон ё девонашай 20-25 сол пеш дар гуфтори ҷавонони тоҷик вуҷуд доштанд ё на? ба ин суол ин лаҳза посух медиҳанд рӯзноманигор Саъдӣ Маҳдӣ. дар замони мо буд калима брат буд, братишка дар замони шӯравӣ буд, истифода мешуд. Брат ва братишка жаргон дар ҳама давру замонҳо, дар тамоми забонҳои дунё аст. Жаргон мисли ки масалан падару басё хан мегӯянд дар жаргони баъзе масалан онҳое ки шахсони зиндони ё ба истлоҳ тремщик мегӯянд, ё ки умуман преступни мир ба тоҷикӣ гӯем, яъне олами ҷиноӣ жаргонҳои худаша дорад. он калимаҳоеро истифода мебарад ки ҳамун хоси ҳамун гурӯҳ аст. калимаҳое истифода мебарад ки хоси ҳамун гурӯҳ аст. аз ҳамин нуқтаи назар набояд ҳамин чизро масалан пурра ба зери тозиёнаи танқид кашид. ин ҳаст, ин хоҳед нахоҳед ҷомеа аст. ҷомеа хоҳед нахоҳед аз қишрҳои гуногун иборат аст ва онҳо ба забони хоси худашон, хоси гурӯҳҳо гап мезананд. ҳатто духтарҳои деҳот бо забони заргарӣ гап мезананд. ман ёд дорам бо забони ки ҳарфи зе илова мекарданд ва масалан калимаи арз кардем чихелиро чизи хези лизи амхели гуфта зи илова мекарданд, ҳиҷои зи илова мекарданд ва як ҷавони аз шаҳр омадагира дар бораш гап мезаданд ва дар байни духтаро истода дар пешашон истода намефаҳмед ки гап дар бораи ӯ рафта истодааст. як забони хоси як гурӯҳ, ина намешавад забони масалан омма гуфт. хоб аммо он чи ки оммавӣ шудааст ва мардумро нигарон кардааст дар ҳамин забони аксари ҷавонони имрӯза аст. ин сар мезанад аз ҳамун ҷангҳои мактабӣ, аз ҳамун ҷангҳои мактабӣ ки имрӯз мардумро нигарон кардааст ва як гурӯҳ бачаҳо ёш дар даст масалан ҳамун асбобҳои ки барои ҷанг истифода мекунанд дар баданашон гирифта мегарданд, дар танашон боз парвое надоранд, масъулият ҳис намекунанд. нисбати забонам ҳамон гуна бепарво аст. инҳоро масалан ҳамун муҳити ҳамун кӯча гӯем, муҳити ҳамун як ҷои муайян ки ҳамун кӯча аст, дигар як истилоҳи хиёбон аст, ма дигар гафино ёфта наметавонам. ҳамун муҳит ба ҳамин ҳол оварда расондааст ва фикр мекунам нутқи ӯ дар ҳамун ҷо ба охир мерасад. як нутқи як гурӯҳ аст, нутқи тамоми ҷомеа нест. масалан ҳастанд одамое ки гуфтам хусусияти инфиродӣ дорад, бо забони адабӣ гап мезананд. ҳатто оилае ҳаст ки мисол намунавӣ аст, бо кӯшиш мекунанд ки писарои худро, аҳли оилаи худро бо ҳамун як забони нарму мулоим яъне одат кунонанд. аммо дар маҷмӯъ дигем ки тамоми ҳамин забони мардуми пойтахт лаҳҷавӣ шуда бошад ё жаргон шуда бошад, гап ғалат аст. ва он калимаҳое ки гуфтед шумо, ҳар кадомаш алоҳида бояд мавриди баҳс бояд бигирад. калимаи девонашай, хари бадай, ин калимаҳое ҳастанд ки ҳам хеле оддӣ пайдо нашудаанд. ин масалан калимаи девона ба маънои мусбат, ин ҳодисаи таърихӣ аст. калимаи девона солҳои ҷанги шаҳрвандӣ пайдо шуд. ин аллакай дар замони Заҳоқ буд. дар шоҳнома дар замони Заҳоқ аз матни шоҳнома аст ки масалан агар ҳунархор шуд ҷодӯи арҷманд
شده بربادی بر دست دیوان بلند، شده بربادی بر دست دیوان بلند. یعنی نهان شد آیین فرزانگان میگوید فردوسی، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی در زمان حالت ضحاک همین دیوانگی یک گپ خوبه شد. یعنی کسی که دیوانه تر است او در جامعه معروف تر است. و همین سال 92 ما در جنگ شهروندی دیدیم که کسی که بیشتر به رحم بود و بیشتر میپراند و دیوانه تر بود او مشهورتر شد. یعنی یک گپ عادی در جمعیت پیدا نمیشود. یعنی خیلی عادی پیدا نمیشود گپ در جمعیت. یعنی تاریخ دارد. تاریخش یعنی است که یعنی جنگ است، پس در جنگ همون غالب است که بیشتر مثلا خونخوارتر است، در جنگ تجربه بیشتر دارد. و یعنی کلمه دیوانه از همینجا پیدا شده. این کلمه اصلا عادی پیدا نشده است. واژه خر نیست. خر در کلمه های خرسنگ مثلا خره کردن در لهجه میگن، معنی کلام بزرگ. واژه خر بیشتر یک سابقه دارد. یعنی در کلمه سازی خیلی کلمه خر هست، هم در کلمه خرسنگ است و هم در جمله که آوردیم و حزب رو خره کردیم، یعنی تاو کردیم. یعنی کلی کلام به معنی کلام بسیاری همین کلمه خر در استفاده بود. و خری که ما مثلا همون شوروی به معنی دشنام از حیوانی که خر است و از همون به معنی دشنام استفاده کردیم، همین دوره واژه خر رو منفی گردون. اما در مجموع از اصطلاحات زبان شناسی خیلی واژه خر همین گونه یک سابقه داره، معنی کلا ندارد. در پروژکسیون یک دهه است معنی کرسنگ اما کر کلان همریشن. یعنی این واژه هم عادی پیدا نشده است. و یک چیز من مشاهده کردم همین واژه هایی که شما معارفی چی گفتید، این 3-4 واژه است که یک عمری موقتی دارند. البته دیگر از جوانان کمتر استفاده کرده است. البته یک دوش خروش با معنای خنده و با مزاح و همین خواستن همی را استفاده کردن. یعنی که از با اصطلاح جوانان از مود رفت، از مود برآمد، دیگر را از کمتر استفاده، همین کلمه را از کمتر استفاده کرده است. یعنی عمرشون کوتاه است. همون گونه که جنگ شهروندی پس نشد. آیا گویش‌های گوناگون برای درک کردن سخنان یکدیگر مانع شده می‌توانند؟ با این سوال پاسخ می‌دهند سعدی مهدی. مانع چه بگویم؟ اگر که مثلا 2 نفر صحبت دارند، یکی از شمال است دیگرش فرض کنیم از جنوب است. اگر که این با لهجه خودش گپ زند و لهجه‌ای که خودش در نظر دارم، اگر شمالی گپ زند لهجه جنوبی با پر با لهجه خودش گپ زند، اونها یکدیگر را نمیفهمند. این در این مابین باید بیاری زبان ادبی معیار شتابت تا که اینها را یاری رسانند دیگر را فهمند و درک کنند. زبانی که در مرکز باید باشد زبان ادبی باشد و مردم با زبان ادبی باید شکلی اگر شرح داده توانند. مثلا در مرکز خوچ است، در شهر دوشنبه در کلاب فرض کنیم چغاره است، در شمال زنبروغ است، در زبان ادبی هم زنبروغ راه یافته است. فکر می‌کنم چرا نباشد فرض کنیم همین لغتی که در تمامی لهجه ها گوناگون است بگذار که باشد، در استفاده بگذار باشد، همه دیگر را بفهمد. و این در زبان ادبی که زنبروغ است در زنبروغ را میارند و هم خوچو هم چغاره را شرح میدن که این کلمه هست. یا کلمه تنور یا در شکل تندور، کلمه تندور و از خود همین تندور یک خوراک پیدا شده است مانوی تندوری که بیشترها بود و معروفیت نداشت. اگر لغت هست بگذار همون لغت از لهجه گرفته شود، لیکن شکل ویران شده لهجه نیست. شکل ویران شده لهجه برای زبان ادبی این واقعا هم حادثه منفی است. شنوندگان عزیز، این بود پاسخ سعدی مهدی و با این سوال این لحظه پاسخ میدهند زبانپژوه امید جیهانی. یادآور میشویم که سوال ما این است: آیا گویش‌های گوناگون برای درک کردن کلمه ها
مانع شده میتوانند؟ یعنی برای درک کردن کلمه های یکدیگر مانع شده میتوانند؟ میشنویم پاسخ امید جیهانی را. گویش های زبان فارسی تاجیکان از یکدیگر چندان دور نرفتند و چندان با همدیگر تفاوتی نیز ندارند که ما سخن همدیگر رو یا منظور همدیگر رو در نیابیم. چنین شما از هر گوشه تاجیکستان به گوشه دیگرش بروید سخن مردم را خوب در میابید، مگر اینکه حالا در جای مثلا بعض واژه ها را نمیفهمید که اونا رو براتون شرح میدهم، میگن که مثلا این خریبدش نه معنی شد. یعنی ما گویش هامون از نظر دستوری بسیار با همدیگر نزدیک هستند، گرچه گفتیم که در تاجیکستان 4 گونه گفتاری شمالی، مرکزی، جنوبی و جنوبی شرقی وجود دارد و مثلا گویش جنوبی شرقی یا گویش درواز با گویش شمالی مثلا با سمرقند بخارا و خوجند یکسان نیست، بسیار تفاوت دارد، اما در حد نیست که یک سمرقندی یک دروازی را نفهمد یا یک دروازی یک بخارایی را نفهمد یا کدام ونجی مثلا کدام یک خوجنده را نفهمد سخناشون. یعنی در حد نیست که ما اگر با دیگر فارسی زبانان بسنجیم گویش های هستن در ایران که گرچه فارسی هستن ما اونا را نمیفهمیم، چون که اونا از ما بسیار دورتر هستن و تفاوت های بین ما و اونا بسیار فراوان‌تر است. مثلا شما غربی ترین گویش فارسی را با شرقی ترینش اگر با هم بسنجید گمان میکنید که 2 زبان هست، ولی هر دوشون از یک زبان برآمدن، گویشی یک زبان هستند. و این نکته را هم باید در نظر گرفت که از آنجایی که زبان فارسی در سرزمین تاجیکان و در میان تاجیکان در گذشته نه چندان دور از 1300 سال پیش تا امروز گسترش پیدا کرده است و این روند یک روندی از یک سو طبیعی بوده است و از سوی دیگر چون این زبان را یاد می‌داده اند در مدرسه ها در او زمان ها و بعد بیشتر هم ادبیات نوشتاری ما با ادبیات گفتاری ما تفاوتی چندانی ندارد. گویش های تاجیکان یا گویش های فارسی تاجیکان از نگاه گراماتیکی با یکدیگر چندان تفاوتی ندارند و دلیلش همین است که این زبان رو نیاکان ما به گونه مثلا آموزشی از خود کردند، چنانه که گویا در مکتب های اینا رو درس داده باشند، ولی در روند دیگه گریز جنگ که به دست و مردم جابجا می شدند این گویش ها از جای به جای دیگر منتقل می شدند. مثلا شما اگر گویش ختلانی رو با گویش بدخشانی که در افغانستان هست با یکدیگر بسنجید کمترین تفاوت با هم دیگر دارند، اما گویش درواز که در کنار ختلان جای دارد مثلا گویش دروازی با کولابی کمتر تفاوت دارد. چرا؟ دلیلش این است که میان درواز و کولاب او کوههای دشوارگذر و او دیودره و او همه آورینگاه هستند یا بودند در قدیم و همینا مانع میشدند که مردم به یک زبان یکسان و یک لحظه سخن بگویند. اما دریای 5 یا رود 5 که میان دروازه ها مانع ایجاد نمی کرده است و رفت آمد ها بدن، امروز در 2 کناره رود 5 دروازه ها با یک زبان سخن میگویند و گویش های اونا یکیست، یک گویش دروازه. این مانع های طبیعی هم گاه در تشکل گویش ها اثرگذار هستند و در شرایط تاجیکستان بیشترین اثر را همین ها داشتند. چی باید کرد تا که مردم به جای گویش های خود زبان معیار رو بیشتر استفاده برد؟ پاسخ سعدی مهدی رو میشنویم. این یک کاری است دستجمعانه، هم رادیو، هم تلویزیون، هم گازیتا، هم مکتب، هم اویله، هم باغچه، تمامی باید که در این کار سهم بگیرد تا که یک جامعه ما نمیتوانیم که تمام مردم رو به 100% عادت کنیم با زبان ادبی که کتابی از در نظر است. یعنی همون زبان ادبی کتابی قدیم ما نمیتونیم مردم رو پر مشغول داریم. برای همین اول زبان ادبی گفتگویی را با وجود آوردن نکرد تا مردم عادت کنند که زبان ادبی گفتگویی هست و
و این زبان ادبی گفتگویی با لهجه نزدیک است. میتواند هر نفری مثل روس‌ها که با نطق خودشون را متترسیده به یگام مشکلی گپش زدن میگیرد. اما زبانی که گپ میزند زبانی گفتگویی ادبی قبول شده است در روسی و او را روس‌ها قبول دارن و را عیب حساب نمیکنند. اما در ما از چی باشد که در شما خودشان خچان گفتن مثلا ما یکدیگر را ایراد میگیریم، حالا اینکه همون دیوشه یک شد دیوشه چه میشود در جریان نطق؟ دیوشه چه میشه؟ خچان میشود یا که با جای صدانا که درازی آ میشود. اکی شد نباید او را کمبودی حساب کرد. اصلا این را یا که بعضی فکر میکنن که امی با گویم همش درست است، نه با جای استفاده خودش داره با جای استفاده خودش. ما پاسیان این را در شکل را باید که خانه را یا اره را یا اره را او که دراز اکنیم هیجا است در نطق خواهید نخواهید کوتاه میشد می شود کوتاه است و این خصوصیت زبان ادبی گفتگویی را باید بین و بر گیرید. یعنی چند مسئله که من گفتم، یک مسئله دیگرش همین مردم همین باید که کتاب بخواند، یعنی با مطالعه زیاد مشغول شود، گازیته بخرد، گازیته بخواند. خب چون که میبینیم از مثلا حیات مردمی هستن دهات خانه است که یک کتاب نداره، خانه است که صبح به سالش گازیته نمیخرد. همین گناه آدم هستن، نمیخرن کتاب نمیخوانن. اگر در خانه که پدر و مادر با کتاب بخرد میبرد در خانه فرزندش هم کتاب خوان میشه. اگر خانه که در جا نه گازیته باشد نه کتاب باشد نه زبان ادبی یاد میگیرد و نه باهاش شوق و رغبت میگیرد. همون زبان لهجه خانگی خود در دایره محیطی بسیار تنگ استفاده میبرد. از ادبیات جهان آگاه نیست، از ادبیات همین تاجیک آگاه نیست. اگر اما سمت خیرد 8 جلد 1001 شب 7 جلد اگر بخواند زبان بسیار ناب تازه تاجیکی است. شنوندگان عزیز، سوال رو تکرار میکنم: چی باید کرد تا که مردم به جای گویش های خود زبان معیار رو بیشتر استفاده برد؟ با این سوال پاسخ میدهند امید جیهانی. باید آموزش زبان معیار را در کودکستان ها، مکتب ها، دانشگاه ها بهتر کرد و باید رسانه ها برنامه های گوناگون داشته باشند که به زبان معیار سخن بگویند و مهمترین عامل گسترش زبان معیار شده در جهان امروزه همین رسانه هاست. اگر در تاجیکستان رسانه ها برنامه های گوناگون داشته باشند، برنامه های گوناگون در هر زمینه، از فرهنگی بگیره تا فولکلوری بگیره تا ادبی است، علمی است، سیاسی است، اجتماعی است، هر چی هست، اگر چنین برنامه های باشند و سخنگویان این برنامه ها به زبان شیوا و برای و معیار شده سخن بگویند، مردم هم از اونها یاد میگیرند. چون تأثیر رسانه ها بر گویش ها و بر زبان مهمترین عامل و بزرگترین اثر هست. سوال نوبتی با مهاجرت و مهاجران علاقمندی دارد. یعنی مهاجرت با گویش ها تأثیر میرساند؟ میشنویم پاسخ امید جیهانی را. مهاجرت هم به گویش ها تأثیر میرساند. اگر مهاجرت داخلی باشد، مثلا در درون تاجیکستان کسی از شهر به جای دیگر بکوچد، فرزندان وی گویش همان شهر را یاد میگیرند و نسل او مردم به همان گویش زادبومی نوشان برمیگردد. ولی اگر تاجیکان از کشور خود به بیرون مهاجرت بکنند، مثلا به روسیه، در اندک مدت زبان ملی خود را از دست میدهند و فرزنداشون روسی زبان میشوند. ما تاجیکا به نظر دیگر مردم این سستی را داریم که نمیتونیم زبان مادری خود را یا زبان ملی خود را به فرزندانمون در خارج از کشورمون یاد بدهیم. نه مکتب داریم نه شرایطی داریم و چون در این محیط روسی زبان اونا میافتن و در این محیط کلام میشن، زبان روسی را یاد میگیرن و در حد یاد میگیرن که دیگه زبان خود را کاملا فراموش میکنن. و ما چنین حالت رو نه تنها در مهاجرت بلکه در خیلی دوشنبه هم میبینیم یا در خوجند. کسانی که پاشون روسیه رو ندیده است، کسانی که در عمرشون با روس
روبرو نشدن در دوشنبه کلان شدن مثلا روسی سخن میگویند و زبان ملی تاجیکان رو نمیدونند. خب این یک دلیلش این است که اونا در محیط روسی زبان کلان شدن، اونا در مکتب‌های روسی تحصیل کردن، در دانشگاه‌های گروه‌های روسی تحصیل کردن. ولی نشاندهنده این نیز هست که دیگر تاجیک‌ها بر کسانی که غیر تاجیک زبان هستند اثرگذار نیستند و نمیتوانند آنها را همزبان خود بگردانند. یعنی در واقع دیگه تاجیک‌ها هیچ اثر تأثیری بر مهاجرانی که از دیگر جا به کشورشان آمدن ندارند، چون جای زبان تاجیکان را در تاجیکستان زبان روسی گرفته است. تأثیر مهاجرت بر گویش‌ها این است که آلوده‌تر با واژه‌های روسی میشوند و مهاجران این واژه‌های روسی را با خود میبرند به محل زیستشان و چون در محل زیستشان یا در زیستگاهشان مهاجر همچون نانآور آبرو و اعتبار دارد و در تاجیکستان یک اصطلاح هم پیدا شده است، رسیان میگن. اینا رسیانند، اینا ای رسیه اومدن، یعنی در نظر مردم اینا آبرو و اعتباری دارند. دیگرها هم به ویژه کودک‌ها از گفتار اینا اگر تقلید کنن و زبانشون با همون واژه‌های روسی بیالایند، گویش‌ها کاملا روزبکی میشوند. اما یک اصطلاحی که ما این همه سال به کار بردیم برای بیان یک زبان روسی زده و ازبکی آلوده تاجیکان. سعدی مهدی نیز نظر خود را درباره تاثیر مهاجرت به گویش‌ها گفتند. میشنویم. مهاجرت خود نخواهد میرسونه تاثیر. همون زبان روسی را کلمه هایی که یاد میگیرد خواهد نخواهد اگر که آمد برد هم میارد همراهش میارد. من خودم یک وقت در آسیا بودم، در استراخان یک جا ما همین цехи ماهی کار میکردیم. цехи ماهی کار میکردیم و در همون цехи ماهی بابیار باید آمد. اومدیم در همین جا همگور 18 نفر تاجیک بودیم، اومدیم در تاجیک بودیم بیاین یک بابیار کنیم. همین بابیار رو بیاید در اینجا جوری کنیم گفته цехи ماهی رو همین یاد دارم که همین دونه البته ما هم цеха نکردیم. خود نخواهد تاثیری مهاجرت با اینجا میرسد. همین استوایی که میان در خانه اگر یکم کاری رو فرماییم اگر یک استاد در روسیه کار کرده است بسیار استوی خوب است، هم را بیاریم بعد میاد با زبان همون چیزی که همون اولادهایی که در استاگی به کار میبرد قبیلی بلخه را بلخه نمیگد، ملطق میگوید، یعنی مخکنک نمیگوید. تاور خودش تاجیکی است، توپور هم تاجیکی است، توپور میگوید هم تاجیکی است، با تاور نزدیک است. لیکن کلمه هایی هستند که خیلی همون استاگی در رسیه که هنری همون استاگی رو با روسی یاد گرفته است این را شده میبره و خواهی نخواهی تاثیرش هست. و اینک آخران سوال ما این است: آینده گویش‌های تاجیکی چگونه است؟ میشنویم پاسخ سعدی مهدی را. آینده گویش‌ها خوب است. گویش‌ها هم همیشه در انکشاف است. من گفتم گویش نشانه زنده بودن زبان است. گویش نموی دیگری زبان کهن است. نمو یعنی انکشاف به طور دیگر، یعنی انکشاف یافتن زبان کهن در زبان کهنه مردم، زبان قدیمه ما در گویش ها با وجود میاد. مخصوصا گویش جنوب، لهجه جنوب، زبان رودکی و زبان جلال الدین رومی و ناصرخسرو است. اینا ما با اطمینان با قطعیت میگم، با دلیل ها میگم که زبان مثلا رودکی و زبان فردوسی، زبان جلال الدین بلخی، بزرگای ادبیات ما همین هستند، نظامی، حاجی حسین کنگاسی، زبان شمس الدین شاهین است. یعنی این زبانی است که در لهجه زنده مانده است. یک بار ما گفتیم که در لهجه جنوبی شده میشد کودک بگور، کودکی که بسیار به لهجه روسی گویم، به لهجه مهاجرا گویم خولیگان است. اما را کودک بگور میگن در لهجه جنوب. و
میبینیم که در رژه رودکی یک دو مصرع است. جوری کنیم و باده بینوشیم بویم شاد، بوسه زنیم بر دل لبانی پریوشان. رودکی میگوید جوری کنیم و باده بینوشیم بویم شاد، بوسه زنیم بر دل لبانی پریوشان. و گوری کردن. یا در فردوسی مثلا دچار میشود، در فردوسی میگه بچه کرد، ولی معلوم نیست دختر کرده است یا بچه کرده است، یعنی پسر کرده است. یکی میگه بچه کرد، در سید متن شاهنامه هست میگه، یعنی فردوسی نمیگه که دختر است یا پسر، لیکن مثل که در لهجه تاجیکستانی میگن فلانی بچه کرد، نمیگن که دختر کرد یا پسر، میگه بچه کرد، ولی معلوم نیست. یعنی همین لهجه عمومی استعمال بچه هم در شاهنامه، هم در لهجه جنوب، هم در لهجه تاجیکستان زنده مونده است. سالها نهایت زیاده آزمت سلام نمیده ایستاده است، لیکن لهجه این نگهدارنده زبانی کهن است، زبان قدیمی ما است که در لهجه زنده مونده است. کر فر میگیم، کر فر میگیم، هنگ فره میگیم، هنگ فره میگیم، فره ندارم، فره ندارم. مثلا در لهجه زنده مونده است. بسیار کلمه هستن که از بین آهسته میروند اگر لهجه نباشه. آینده گویش‌های زبان تاجیکی چگونه است؟ با آخرین سوال ما پاسخ می‌دهند زبانپژوه امید جیهانی. اگر در تاجیکستان بتوانند زبان فارسی تاجیکی را معیار و فراگیر کنند، گویش ها کم کم جای خود را به این زبان فراگیر خواهند داد. اگر نتوانند، گویش ها همچنان پابرجا خواهند ماند و وجود همزبان زبان معیار شده با زبان گفتاری هیچ مشکلی ندارد، اصلا مشکل هم نیست. ایرا نباید به عنوان یک معضل یا یک پرابلم یا یک مشکل خطرزا یا خطرناک تصور کرد. نه، زبان معیار شده در یک منظور به کار می رود و زبان‌های گفتاری در جای خودشان. اینا هر کدام جای کاربرد خود را دارد و یکی با دیگری دشمن نیست. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگو به آخر می رسد. یادآور میشم که برنامه امروزه ما به گویش‌های تاجیکی بخشیده شده بود و با سوال‌های ما، با 10 سوال ما، روزنامه‌نگار سعدی مهدی و زبانپژوه امید جیهانی پاسخ دادند. ما از سعدی مهدی و امید جیهانی بسیار سپاسگزاریم. سربلند و خانه آباد باشید و همیشه با رادیوی مهاجر باشید.